امیدوارم مالتون خوب بوده باشه. من محمد حیدری هستم از تیم اطلس. سای سی تی که با هم دیگه داریم میخوام راجع به اپتیمال ترید اینتری یا نواحی OTE صحبت بکنیم. مجدد اکسپنشن رو داشتیم که یک لو پایین‌تر هم برای ما زده، پس این موج درستیه. شما مجدد فیبوناچی رسم بکنید. اینجا قبل از ناحیه 62% شروع کرده اصلاح دادن. یه مثال دیگه با هم دیگه ببینیم. تونه یک اینتری برای تو باشه روی این سطح یا این سطح. اینجا میتونی مجدد دنبال اینتری هم باشی. بریم با هم دیگه مثال دیگه ببینیم. اینجا ما مجدد یک لگی رو داریم. قیمت از روی چه لولی ریخته؟ از روی لول 62. روی لول 62 ما چی رو داشتیم؟ یک محدوده بیس پایین لول همپوشانی پیدا کرده که حالا قیمت بهش واکنش داده و ریخته به سمت پایین.